سلام دوستان، این سری اومدیم تو منطقه لوند که تزیینات کریسمس و مرکز خریدایی که اونجا هست رو ببینیم. اینجا نزدیک مرکز خرید کانیون هست. اینجا توی مرکز خرید کانیون هست یه ساختمون خیلی خوشگله و برندهای خیلی مطرحی توشه. اصلا آدم وقتی اونجا راه میره لذت میبره، واقعا خیلی مهندسی شیک و جالبی داره. اینا همه تزیینات به مناسبت کریسمس و سال نو که توی مرکز خرید و محیط بیرونش خیلی پره. وقتی هم شب میشه همه این چراغا روشن میشه دیگه. اینجا ورودیش از متروه. اگه میخواین مستقیم از مترو بیاین توی مرکز خرید باید از این ورودی استفاده کنید.